تشکر. مایستر میگفته که ما هر سال اونجا شاگردان پگاه روز مولود مرحوم استاد ما شادروان هنرمند خلقی جمهوری تاجیکستان دوران علی معطوف است. ما اهل تاجیکستانیان همه شاگردان و استادان این استاد بزرگ را احترام میکنیم. فقط گفتنی هستیم که روحشان شاد باد، آخرتشان آباد باد. آن کارهای نیکی کردن در جاده صنعت وطن عزیز ما قدردانی کرد، خلق عزیز قدردانی کرد. من باوری دارم که نام بزرگ استاد عزیز ما در دل و دیده های ملتی عزیز ما سالهای زیاد عصرها جایگیر است. سلامت باشید. به احترام استاد ما، به احترام عائله شان، گرچنده که چی نباشد برای بزرگی نامشان میگون که آدمیزاد دعا کنید که دیگه 100 ساله شب 1000 ساله شب میگون. این هیچ کس بزرگ نمیدونه چند ساله شوی، لیکن 1000 ساله شب گفتن همین است، 100 ساله شب گفتن همین است که نام نیک آنچه کارهای نیک برای ملت و خلق کردی 1000 ساله ها در بین مردم باقی ماند گفتن. برای همین از نام اهل صنعت، از نام شاگردان خود گفتنی هستم روی ارواح استاد از ما راضی باشد، آخرتشان آباد. سلامت باشید. تپیشیدی به حرمت یار است، ورنه این ساز و نغمه تکرار است. تپیشیدی به حرمت یار است، ورنه این ساز و نغمه تکرار است. گل که بی آب ماند میمیرد، خار بی آب هم همان خار است. گل که بی آب ماند میمیرد، خار بی آب هم همان خار است. زندگی داستانی تکرار است، چندی دیگر وجودی ما ثابت، زیر این مهر واقعی دوار است. تو عنایات و ما جنایاتیم، توبه از ما و از تو ایثار است. تو عنایات و ما جنایاتیم، توبه از ما و از تو ایثار است. هزار سال شود، آرزویش هنوز بسیار است. میزیم چون که با سفارش حق، بودنی من به عشق در کار است.
به عشق در کار است. تشکر. این بر قلم شاعر ناتکرار ما که نه با آهنگ بستم به احترامشان، شاعر خلقی جمهوری تاجیکستان، فرزانه بانو است، یک قرصه با احترامشان. سلامت باشم. ما میگویم دلی من اگر 1000 ساله شود آرزویش هنوز بسیار است.